سلام و درود به همه شما هموطنان عزیز و همراهان پیک شادی. من هم سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و خیلی خوشحالم که در این کامنت هم همراه ما هستید. بابک میخوایم این کامنت رو با یک کلیپ شروع کنیم که واقعا سنگ و آب میکنه. بعید میدونم مثلا بتونی کامنتی برای این بگی تو. نصف جونمون کردی، بذار ببینیم چیه. ببین من میذارم ولی تو دیگه خودت دیگه اگه ناراحتی قلبی هر چی هست فقط یعنی از اوناست که قلبو میاره تو حلقوم آدم. ببینیم کارهایی که مورد استفاده اون رو مردم چه میدونم سیب زمینی، پیاز، مرغ، گوشت میان تو جلسات میگه من مثلا از اون وزیر مربوطه، از اون مدیر مربوطه میگه من سوالم اینه تو دیشب تونستی بخوابی؟ خوابت بود؟ من خوابم نبود. بله، یعنی الان بحران‌های رژیم کم بود، الان بحران بیخوابی رئیسی هم به بحران‌های رژیم اضافه شد. میگه از بالا رفتن قیمت‌ها خوابش نمیبره. بله. من الان تازه فهمیدم که چرا کل مملکت رو هواست، چون تمام هیئت دولت رئیسی کارشو گذاشته، کاری هم که ندارن، البته بیکاریاشونو گذاشتن تا رئیسی رو بخوابونن. یکی والیوم 10 داره تزریق میکنه، یه عده از وزراش دارن لالایی میخونن خوابش ببره، یه عده رفتن این ورانور دنیای قرص قوی‌تر بگیرن، چون دیدن زورشون به مشکلات مملکت که نمیرسه حل کنن، رئیسی رو که زورشون میرسه بخوابونن، برن رئیسی رو بخوابونن. قیمتا رو که نمیتونن بخوابونن، رئیسی رو بخوابونن. بخوابونن. حالا الان این رئیسی که اینجوری دوچار بیخوابی شده نتیجهش چی؟ الان تو چه وضعیتی؟ خیلی نتیجه اسفباره. من یه عکس بهت نشون میدم، این عکس رو نگاه کن. ببین رئیسی سال 98 که خوابش منظم بوده وضعیتش اینه، سال 1402 که خوابش نامنظم بوده و خیلی مشکل داشته سر گرونی وضعیت جسمیش اینه. این الان تو این عکس قشنگ نرخ تورم هم قشنگ مشخصه. بله. اصلا معلومه که بالا رفتن نرخ تورم هم هست. حالا سوال اینه که رئیسی چی گفته خلاصه راجع به این قیمت ها؟ یعنی بالاخره نکته‌ای، نسخه‌ای، حرفی؟ حالا این بیخوابیشو فهمیدیم، بله. این که خوابش نمیبره فهمیدیم، این که بیدار میمونه چیکار میکنه برای پایین آوردن قیمت ها؟ همینجوری مثل جغد بیدار میمونه یا اینکه نسخه‌ای یه حرفی داره؟ کار میکنه. الان یک دونه از این کارهایی که کرده من بهت یعنی راه حل داره، راه حل اساسی بنیانی. الان نگاه کن یکی از راه حلاش، سوار بر مرکب شو، برو به اینها بگو که چه میخوان. این مدال یه مدال بزرگی است. الان راه حل اقتصادی بود، همه چی توش بود. یعنی این راه حل، این نسخه رئیسی بود برای اقتصاد، اجتماع، ورزش، سیاست، همه جا همین بود. قرار بود دانش بنیان باشه، الان شده آبغور بنیان. آبغور بنیان. چند وقت پیش آخوند رئیسی رفت توی یکی از همین معرکه گیری ها و جلسایی که داره، بعد یه اتفاقی اونجا افتاد، بعد یه جمله‌ای گفت رئیسی که خودش فکر کرد مثلا خیلی خوشمزه بازی در آورده و اینا. ببینیم اون صحنه رو با هم. خانواده‌ها خدمات بهزیستی رو کاملا همراه خودشون داشته باشن. اینم به نظر ما کمک به سزایی میکنه. بچه رو راحت بذارید، هر کار میخواد بکنه، اشکال نداره آقا. خدا آزادش گذاشته. این همه بچه چیکار میکردن اینجا تو این جلسه؟ یادت یه بار تو همین کامنت گفتم هوشیاری رئیسی تو برق گرفتته؟ اینم یکی از دیگه از هوشیاری‌های رئیسی. یعنی حساب شده است. حساب شده است. اونجا که دیدن که این که رئیسی بتونه 2 کلمه حرف حساب بگه آرزوی نشدنیه، اومدن یه جلسه گذاشتن، بچه‌ها رو آوردن که اونا بازیشونو بکنن، رئیسی هم اراجیفشونو بگه. اونا دارن بازی میکنن، هم داره اراجیف خودشو پشت میکروفون میگه. فیلم مشخص هر کی داره کار خودشون. بله، هر کی کاری نداره به کار رئیسی. بابک من یه جایی رو نشونت میدم، تو بگو اینجا کجاست. آقا پخش کنید لطفاً. امروز یک شنبه برابر با 23 ژوئیه در شهر هانوفر هستم. اینجا کجاست؟ اینجا خیلی معروفه. اینجا یکی از امامزاده هایی که دایناسورهای خبرگان ارتجاع و هرچی آخوند و مقام حکومتی هست بلند میشه میره اونجا شفا دخیل میمنده شفا بگیره. محلش هم در یکی از
قعر جنگل‌های دور افتاده آلمانه که حتی اینا بعضیشون با شتر میرن چون جاده نداره، فرودگاه نداره، با شتر میرن. یک نقاط ناشناخته تو آلمان. آقا امامزاده کدومه؟ اینجا انیسیتو پروفسور سمیعی تو هانوفر آلمان. نه تو داری اسم فرنگیشو میگی. ببین همون امامزاده‌ایه که آخوندا اون دایناسورایی که گفتیم تا عطسه میکنن بلند میشن میرن اونجا، همونایی که به مردم میگن که طب سنتی و چرا اصلا پزشکی رشته اصلا مریض شدین دعا بخونین. بله بله. این یارو سمیعی هم پول میگیره از اینا رو جونشونو یعنی از لبه پرتگاه برگ برمیگردونه که بیان جون آدما رو بگیرن. براش هم فرقی نمیکنه اصلاحاتی و قشری. اون یه ضرب المثل داره میگه تا پول داری رفیقتم قربون بند کیفتم. از شاهرودی و کنی سرویس میده تا این آخوند جنایتکار نیری که آخریش بوده. حالا تو یه عکس نشون دادی، حالا من یه عکس نشون میدم تو بگو اینجا کجاست. بله. اینجا چیز دیگه، این همون بیت خامنه ای دیگه. اینا هم نشستن براشون روزه میخونه خامنه ای. چرا همه چیز اشتباه میگی؟ امامزاده رو میگی مطب. بابا این اتاق انتظار همون مطب دکتره، یارو دکتره هست، دکتر سمی مطب انتظارشون اصلا ویزیت بشن. همه تو صفن. خب بابک بریم یه نگاهی بندازیم به علم اقتصاد و یه چرخی بزنیم تو بازی اقتصاد. شما یه کلاس فشرده اقتصادی برای ما بذار، بگو کلن ما چند نوع رابطه اقتصادی داریم. خیلی فشرده دیگه. ما 3 نوع رابطه اقتصادی داریم. یکی جنس میدی پول میگیری، مرسوم تو دنیا. یکی جنس میدی ما به ازاش جنس میگیری. یه مدل هست جنس میدی پول نمیگیری، دوباره باز جنس میدی پول نمیگیری، دوباره جنس میدی پالایشگاه میسازی، نیروگاه هم میسازی، باز پول نمیگیری. پولم میدی دوباره جنس هم نمیگیری. پولم میدی جنس هم نمیگیری. فقط میدی هیچی نمیگیری. آره همینجوری دائما. این چه نوع رابطه ایه؟ اینطوری. ببین کانون مؤسسات حمل و نقل رژیم گفته پولی بابت فروش کالا به ونزوئلا دریافت نمی‌کنیم. باریکالله. این کشور کالایی برای تهاتر با ایران هم ندارد. تقریبا کشتی‌ها یک سر خالی برمیگردن. نوع سوم رابطه اقتصادی که گفتی چطور میشه اینطوری میشه. یعنی واقعا هیچی به هیچی؟ نه خیلی چیزا گیرش اومده. الان این کلیپو نگاه کن، پاسدار نقدی ببین چه چیزایی گیرش اومده. آره چیزی اون ته هست. آره حتما. یه گروهی از ونزوئلا اومده بودن ایران برای یه دوره، اینها بعد اومدن مثلا تجربه ما رو استفاده کنن، جلسه با ما اومدن. دیدم که من وارد شدم برای اینا صلوات فرستادن. از مترجم پرسیدم اینا مسلمانن؟ اینا گفتن نه همون ولی انقدر از ما خوششون اومده و از انقلاب ما میگن هر چی شما میگین یک صداقتی توش هست. بعد نفر اول اجازه خواست، گفت من میخوام قرآن بخونم اول جلسه. فردی که هنوز مسلمون نشده قل هو الله رو با صوت خوند تو جلسه ما. ایران دقت کردی یه مدتی اسمی از قاسم سلیمانی نیست. عکسشو که از اون کنفرانس با اون فضاحت کشیدن پایین. انتقام سختم که کلا فراموش شده جنگ ترکیبی و سخت افزار و نرم افزار و بعد جوری مثل که این کتلت تحریک شده. نظر تو چیه؟ اختیار دارین، اینطوری نیست که اصلا. اتفاقا جدیدن دخترشو بردن یه مصاحبه باهاش کردن، بعد یه حرفایی زده، یه ناگفته هایی رو گفته اصلا کسی خبر نداشته. ببینیم مصاحبه رو. قبل از اینکه بخوام برن نماز شبشون رو بخونن، سریال های مثلا 24 و مثلا سریال بلک لیست و 24 اینا رو تنها میدیدن یا با هم؟ با هم میشستیم میدیدیم. سیدی میذاشتن میشستیم میدیدیم. و آخرین سریالی که با هم دیگه داشتیم میدیدیم که بابا رفتم بقیه‌شون نتونستم ببینم، خانه کاغذی بود. خیلی هم دوست داشتم میدیدم ولی خب دیگه نشد. جالبه که با بچه هاشون میشستن میدیدن. بله. ملاحظه کردین سریال میدیده. این واقعا بقایای قاسم سلیمانیه؟ دختر قاسم سلیمانیه دیگه. فکر کردم خواننده اونه. چیزی نیست. حالا تو میگی دختر قاسم سلیمانی بود، دختر قاسم سلیمانی. ببین فقط
این ابله نمیدونه این سریالایی که میگه اکثرش آمریکایی هن. یعنی همونایی که اینو کتلت کردن، همون کشوری ساخته که کتلتش کردن. ببین یادت این یارو هلاک شده بود، 1 میلیارد ساندویچ دادن آدم آوردن توی تشییع جنازه‌اش. چقدر خرجش کردن. انتقام سخت میخواستن برن کل آمریکا رو بزنن نمیدونم فلان چقدر کنن. مارمولک تو عین الاسد کشتن. چقدر مارمولک، چقدر چادر پاره کردن با موشک. بعد چقدر مجسمه ساختن، چقدر خیابون و ورزشگاه و بزرگراه به اسم این منحوس کردن. الان طوری شده برای اینکه همین منحوس کمی وچه پیدا کنه تو نیروهای خود رژیم، میگن سریال آمریکایی دیده. گفتم اینجوری میخوام براش محبوبیت بخرم. گفتم تهدیک شده. نه سردار دلها الان شده سردار روده ها. خب بابک بریم سراغ قطار پیشرفت. تو دست از این قطار پیشرفت ور نمیداری. یه خود رئیسی پیاده بشه تو پیاده نمیشه. البته حق داری چون یک سوژه بکر مادام العمر برای تنظیم. آره دیگه داره تخباز میره دیگه قطار به سمت پرتگاه. ببین این اعضای استبل مجلس یه فراکسیون درست کردن به نام فراکسیون هوش مصنوعی که این آخونده هم که میبینی نایب رئیس همین فراکسیونه. شکل و محتوا چقدر با هم میخونه. ببین تو رژیم رسمه معمولا یک فراکسیونایی تشکیل میدن که وجود نداره تو ایران، مثل فراکسیون رفاه، فراکسیون کار، فراکسیون تکنولوژی، بریم فراکسیون فناوری. ببین علی هوش مصنوعی یه ویژگی داره. اگه دیده باشی تو کلاس‌ها که میرفتن میگفتن هنرجو باید خالی و ذهن باشه تا درس جدید رو بگیره. آخوندا چون از هوش طبیعی اصلا بهره نبردن، موجودات خوبی هم برای هوش مصنوعی روشون آزمایش شده، چون مغزشون آکه هوش مصنوعی هرچی بگم میشینه. برای همین به این لحاظ موشه آزمایشگاه خوبه. خروجیش چی بوده؟ خروجیش ندیدی؟ نه. یه عکس نگاه کن دیگه. خروجیش بود. بابک باز سیاه‌نمایی کردی که این میمونا. نه ببین خروجیشو اگه میخوای نشون بدی، خروجی فراکسیون هوش مصنوعی نگاه کن، اینه تو موشک ابومهدی از قابلیت‌های هوش مصنوعی استفاده کردن. شما ملاحظه کن اینجا این موشک کروز ابومهدی از برخی از سطوح هوش مصنوعی استفاده کردیم واسه مقابله با حوزه جنگ الکترونیک، واسه اصلاح مسیرش، واسه مرورپذیریش و عبور از عوارض زمینیش و تشخیص هدف، اینکه این هدف واقعی است یا یه هدف کاذبه، یا این هدف همون هدفی هستش که ما مد نظرمون هست، یه هدف مشابهشه که وقتی میشه این موشک بتونه تشخیص بده و هدف واقعی رو از هدف مجازی متمایز بکنه به سمتش حمله. ملاحظه کردی این موشکیه که با هوش مصنوعی هویت تشخیص میده. خاصیتش هم گفتن دیگه، گفتن اینو بهش میگیم برو به کی بخور، بلند میشه میره خونه طرف در میزنه میگه خونه فلانی اینجاست، معاندین نظام منظوره. بعد میگن هست ولی الان خونه نیست، میگه مشکل نداره، نیم ساعت وای میسن سر خیابون تا اومد بعد بهش اصابت میکنن. نه بعدم که میاد تشخیص میده دیگه. تشخیص میده کیه؟ یه نفر دیگه رو بفرسته. حتما هر جوری همون تغییر چهره داده باشه هوش مصنوعی موشک میفهمه کیه. حالا اجالتا تو شنیدی که این لوله‌های آب تهران سرقت شده؟ من میگم از این فناوری هوش مصنوعی استفاده کنن، ببینن این لوله‌ای که سرقت شده کجا رفته، چون روز روشن شما اگه بتونید با هوش مصنوعی بفهمید که لوله‌های تهران که سرقت شده کجا رفته، پیشکشتون فضا و موشک هوش مصنوعی مال خودتون. این الان دنبال دزد این لوله های آبن یا دنبال خود لوله های آبن؟ دنبال دزد نیستن، دزد که معلومه زاکانیه، دنبال این که زاکانی لوله ها رو کجا برده. چون ببین طبق فتوای خمینی که خامنه‌ای هم بقا کرده بر فتوای میت، تکخوری حرامه. هر کارگزار حکومتی باید وقتی میدوزه چند تا شریک داشته باشه. این الان چمران هم که میگه سرقت شده، آره این مثلی که زاکانی بدجوری دو دره کرده که عقل هوش مصنوعی هم نمیرسه که این لوله ها رو کجا برده. یعنی میگه آقا لوله رو با آبش برداشتن بردن، اونو به سهم ما رو ندادن. موشک ابومهدی تو فضا باشه طلب. خب بریم سراغ کامنت یک جمله. یعنی امتحان من. بله این عکس. من در مورد این یک جمله میگم، اگه جای اون بچه با رئیس جمهور نظام و رژیم عوض میشد،
الان مملکت ما حداقل وضعش به این خرابی نبود. یه قدم جلوتر. ممنون که این هفته هم با ما همراه بودید و خدا نگهدار. خدا نگهدار.